دوزخ گفتی هست؟ به جهنم هست؟ آخر زمان خیلی صحبت میکنن، هست همچین چیزی یا نه؟ هست. ارباب ما کیست که آخر زمان میخواد بیاد؟ امام زمان. اسمش چیه امام زمان؟ حضرت مهدی. بگید السلام علیک یا صاحب زمان. میشناسی آقای منو؟ آره میشناسی. همه تو میشناسینش؟ میشناسی. کی قراره بیاد؟ میدونی تقریبی چه زمانی میاد؟ آره نزدیک، زورش خیلی نزدیک. دورش خیلی نزدیکه. بگید حسبی الله و مولا بقیت الله. امام زمان که بیاد چیکار میشه؟ دنیا چی میشه؟ ها؟ دنیا عوض میشه. دنیا عوض میشه. دیگه چی؟ شیطون میمیره. شیطون ابله میمیره. این کچل ولگرد. آره. دیگه چی؟ دیگه وقت تمومه، هیچ کس نمیتونه دیگه برگرده. هیچکی نمیتونه برگرده. مسلمانای واقعی برگشتن میتونن. حواستون باشه. یارای امام باشن، بقیه میرن جهنم. یارای امام باشین، بقیه نمیرید جهنم.